سلام، این دومین قسمت از برنامه اقتصاد ایران با من یعنی صادق الحسینی است. در این قسمت به مکانیزم ماشه، اثرات اقتصادیش و در نهایت اینکه چقدر احتمال داره مکانیزم ماشه دوباره فعال بشه یا تمدید بشه خواهیم پرداخت. ابتدا به فهم ماشه چیه؟ خیلی ازش صحبت میشه و متاسفانه خیلی با اینکه خیلی مکانیزم ساده‌ایه خیلی پر ابهام و پر ایراد از این موضوع معمولا صحبت میشه و افراد یا شناخت کافی و دقیقی از این که مکانیزم ماشه یا همون اسنپ بک چی هست ندارن و یا درست این رو عملاً به غرایزی به قصدی و اهدافی درست این رو بیان نمی کنن. اسنپ بک یا مکانیزم ماشه چیه؟ اسنپ بک میگه که اگر ایران تعهداتش رو در برجام انجام نده یا نقص جدی در انجام اونها داشته باشه و یکی از طرفین برجام این رو اعلام بکنه و قانع نشه و این رو به شورای امنیت ارجاع بده، ظرف 30 روز وقت داره شورا که قطعنامه‌ای صادر کنه که در اون قطعنامه تعلیق قطعنامه‌های سابق علیه ایران دوباره تاکید روش بشه و تمدید بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ظرف 30 روز قطعنامه صادر نشه همه قطعنامه قبلی برمیگرده، ولی اگر قطعنامه صادر بشه قطعنامه مفادش اینه که تحریم‌های ایران که در قطعنامه 2231 که قطعنامه‌ایه که به خاطر برجام صادر شد و همه تحریم‌های قبلی رو تعلیق کرد، دوباره مثل اون باید تحریم‌ها تعلیق بشه. هر کدوم از اعضای ثابت شورا هم میتونن وتوش کنن. یعنی اگر آمریکا حتی اگر قطعنامه تعلیق تمدیدهای ایران تصویب بشه و هر کدوم از این کشورها یا آمریکا بخوان که اون رو وتو کنن، وتوش میکنن و تحریم اتوماتیکلی بر میگرده. یعنی اینجور نیست که قطعنامه بخواد تصویب بشه برای اینکه تحریم های ایران دوباره اجرا بشه. قطعنامه برای این تصویب میشه که تمدید تعلیق تحریم های ایران دوباره اجرا بشه. یعنی باعث میشه که عملاً اگر یک کشور از برجام ناراضی باشه از اعضای ثابت شورا و از این شرایط ناراضی باشه، کلیه تحریم های قطعنامه های سازمان ملل دوباره برمیگرده. این یه مکانیزم هوشمندانه‌ای بود که آمریکایی ها و اروپایی ها برای افزایش قدرت خودشون در برجام تعبیه کردن. روس‌ها طبق اسنادی که الان داریم مخالف این مکانیزم بودن، چون که میگفتن عملا وتوی ما بی تأثیر میشه، ما که برگشتن یعنی تحریم های جدید علیه ایران رو وتو میکنیم، ولی این عملا دیگه چون تمدید تعلیق تحریم هاست وتو کسی میتونه بکنه که میخواد تحریم ها برگرده، یعنی کاملا به نفع اون پارتی یا اون گروه یا اون عضویست که طرفدار برگشتن تحریم هاست و قدرت اون قدرتیه که هیچ کس نمیتونه باش مقابله کنه. اگر همه اعضای شورا، چه اعضای ثابت چه بقیه اعضا، و اگر همه اعضای و طرفین برجام بخوان که تحریم ها همچنان تعلیقش و معلق شدنش تمدید بشه ولی یک کشور عضو ثابت شورا مثل آمریکا نخواد، کلیه تحریم ها برمیگرده. پس این یک بحث کلی درباره این که مکانیزم ماشه اصلا چی هست و چگونه کار میکنه. چرا بهش میگن ماشه؟ چون یه نفر راحت میتونه اون رو برگردونه یک کشور و کلیه تحریم های قبلی در جا دوباره اعمال میشه. اما اینکه چرا این
مکانیزم در برجام گذاشته شده. خب حرفای زیادی زده شده، خاطرات زیادی گفته شده، ولی بیشتر به نظر میرسه که تیم ایرانی هم خیلی تأکیدی رو برداشته شدن این به اون معنا نداشته. حالا یا داشته یا نداشته، به هر حال نمیدونیم. خیلی حرفایی که زده میشه متناقضه، ولی در کل تهش این مکانیزم در برجام وجود داره و مکانیزم خود تخریب کننده برجام هست. اما قبل از این که بریم سراغ اثرات اقتصادی برگشتن این تحریم ها، ببینیم این تحریم ها چی هستن و چه قطعنامه هایی اگر مکانیزم ماشه فعال بشه در نهایتا چه قطعنامه هایی برمیگرده. این 7 قطعنامه ای که برمیگردن هر کدوم چی میگن؟ قطعنامه 1696 هشداره، هیچ تحریمی توش نیست، هشدار به ایران که یه سری کارا رو نکن. قطعنامه 1737 بیشتر بلوکه شدن و مسدود شدن دارایی افراد مرتبط با صنایع هسته‌ای ایران و صنایع موشکی ایران. اونم یعنی قطعنامه خیلی محدودی. قطعنامه 1747 قطعنامه اینه که لیست افرادی که بلوکه میشد دارایی هاشون و مرتبط با هسته‌ای و موشکی ایران بودن رو گسترش داد. توصیه کرد به خارجی ها که به ایران وام ندید، به ایران کمک نکنید. این هم خیلی قطعنامه محکمی نبود. قطعنامه 1803 هم قطعنامه‌ای که تحریمی توش نیست، صرفاً تأکید کرده بر قطعنامه های پیشین. قطعنامه 1835 و 1929 و خصوصا 1929 مهمترین قطعنامه های تحریمی ایرانن. 1835 عملاً میگه که آقا برای اینکه فعالیت های موشکی و هسته‌ای ایران رو بشه محدود کرد، باید 2 تا کار کرد عملاً. یک، نظام مالی مرتبط با هسته‌ای موشکی ایران رو هدف قرار داد و 2، نظام لوجستیک اینها رو. یعنی چی؟ یعنی بانک ها، مؤسسات مالی، نهادهای مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شدن و تحت نظارت شدید قرار گرفتن. بانک های ایران و مؤسسات مالی ایران که خلاصه نتونن در برنامه هسته‌ای موشکی ایران کمک کنن، خصوصا بانک های ملی و صادرات. و 2 اینکه خب شبکه لوجستیک و حمل و نقل عملاً مورد تهدید و نظارت قرار گرفت. کشتی ها، هواپیماها قابلیت بازرسی پیدا کردن و اینها. اما اصل تحریم های ایران قطعنامه 1929 که همه این موارد توش تشدید شد. یعنی بانک ها فعالیت هاشون رصد میشد و تحت نظارت شدید بود، مگر اینکه ثابت میشد ربطی به موشکی و هسته‌ای نداره. این خیلی قضیه رو سخت کرد برای تبادلات مالی و بانکی ایران، چون یه وقت هست میگن خب مبادلات و معاملات مشکوک رو رصد کنید، اون یه چیزه. یه وقت میگن همه مبادلات مشکوکن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. عملا تو 1929 عملیاتی این اتفاق افتاد و نظام بانکی ایران به شدت محدود شد. و 2، بحث کشتیرانی و هواپیمایی ایران به شدت تحریم‌های جدی روش اعمال شد برای بازرسی‌ها، برای اینکه ایران تسلیحات صادر نکنه یا وارد نکنه و به برنامه مرتبط هسته‌ای موشکیش عملاً کمک نتونه بکنه. هر گونه صادرات و خرید و فروش سلاح برای ایران ممنوع شد. اسم سپاه رفت توی تحریم ها و خیلی چیزای دیگه. همه این قطعنامه ها در قطعنامه 2231 که بعد از برجام عملاً تصویب شد، همه اینها معلق شد و اسنپبک یا ماشه چه کار میکنه؟ میگه آقا اگر یک کشور ناراضی بود از انجام تعهدات ایران در برجام، میتونه درخواست کنه از شورای امنیت، عملاً تهش طی فرایندی میتونه درخواست کنه و 30 روز قطعنامه جدیدی برای تمدید تحریم ها اگر تصویب نشه کل قطعنامه‌های قبلی برمیگرد. خب ما میبینیم که از سال 2015 که تمام این قطعنامه ها معلق شده، آیا مثلا ما تونستیم با بانک های ایرانی تونستن با بانک های خارجی کار بکنن، تونستن معادلات و معاملات خارجی رو انجام بدن؟ نه خیر.
تحریم‌های خیلی سختگیرانه‌تری هم روشون اعمال شده، نه فقط روی اونها، روی فروش نفت ایران، روی اقتصاد ایران، روی بانک مرکزی ایران، روی تک تک بانک‌های ایران و روی لیست گسترده از کشتی‌ها که الان هم آمریکا به شدت داره روی کشتی‌ها فشار میذاره و عملاً لوجستیک تحریم‌های ایران رو داره، لوجستیک دور زدن تحریم‌های ایران رو بگم درست‌تره، داره هدف قرار میده. پیش از این بیشتر بخش مالی و مبادلات مالی رو حواسش بود، الان دیگه لوجستیک رو روش فوکس کرده بعد از دوره دوم ترامپ و خیلی جدیه، خیلی هم خطرناکه، چون اونجا پاشنه آشیل ماست و بالاخره تعداد کشتی‌هایی که ما میتونیم داشته باشیم تهش محدوده. حالا 100 تا کشتی، 200 تا کشتی، 1000 تا کشتی، 2000 تا کشتی رو تحریم کنن، کار برای ما سخت و سخت‌تر خواهد شد. ولی تحریم‌های آمریکا عملاً تمام تحریم هایی که الان گفتیم رو در خودش داره، چون اینها تحریم های تسلیحاتی و هسته‌ای تحریم های سازمان ملل. علاوه بر اینها هم کلی تحریم دیگه داره. یعنی به لحاظ شمول و دامنه تحریم های آمریکا بسیار گسترده تر از تحریم های سازمان ملل، قابل مقایسه با هم به لحاظ گستردگی واقعا نیستن. خب ما تحریم های آمریکا رو همین الان داریم. نکته بعدی اینه که تحریم‌های آمریکا ضمانت اجرایی دارن، تحریم‌های سازمان ملل عملاً ضمانت خاصی ندارن. یعنی آمریکا جریمه سنگین میکنه، دست خودش هم هست، نیاز به تصویب هیچکی هم نداره، جریمه میکنه، اجازه نمیده با آمریکا کار کنن و مشکلات متعدد برای کشورها، برای شرکت‌ها و برای صاحبان اون شرکت‌هایی که با ایران کار کردن ایجاد میکنه. یعنی ضمانت اجرایی قوی داره. و سوم این که تیم اجرایی قوی هم گذاشتن که این تیم داره رصد میکنه که این تحریم ها اجرا بشه. تحریم های سازمان ملل هم شمولش کمتره، یعنی فقط موشکی ها هسته‌ایه که همین الان ما چند برابر اون رو تحریم آمریکا رو هستیم، هم ضمانت اجرایی به اون معنایی که تحریم آمریکا داره نداره و هم تیم اجرا نداره. پس تحریم های سازمان ملل اگرم برگرده از تحریم های آمریکا بسیار بسیار تحریم های کوچکتریه و عملاً وقتی ما تحریم آمریکا رو داریم گویی که همه تحریم های سازمان ملل رو هم همین الان داریم. ولی آیا این به این معناست که بگیم مکانیزم ماشه مهم نیست؟ این به این معناست که بگیم خب اشکالی نداره ماشه برگرده؟ خیلی الان دارن این حرف رو میزنن. حرفشون به لحاظ اینکه این تحریم ها شمولش، ضمانت اجراش و تیم اجراییش خیلی ضعیفتر از تحریم های آمریکاست، درسته، اما نتیجه گیریشون غلط. حتما برگشت مکانیزم ماشه به ما آسیب خواهد زد، اما این آسیب هرچند اقتصادیه اما بیشتر اثرات انتظاری و روانی است که منجر به آسیب در حوزه اقتصاد میشه و این اثرات انتظاری و روانی فکر نکنیم هر وقت ما میگیم اثر انتظاری افراد فکر میکنن داریم راجع بهش توهمی صحبت میکنیم، یه چیزی که واقعی نیست نباید باشه. نه، اینا واقعیه. اثرات انتظاری اثرات واقعی هستن و میتونن بسیار بزرگ باشن. حالا در ادامه توضیح میدم. خب ما تا اینجا گفتیم که اثر مستقیم و تو د پوینت اقتصادی تحریم های ناشی از قطعنامه های سازمان ملل همش در تحریم های آمریکا هست، بیشترش هم هست. در نتیجه اینها به لحاظ اقتصادی اثر مستقیمی به ما نمیزنه. این حرف درست، اما یک اثر نظامی داره و یک جنبه مشروعیت بخشی و یک اثر روانی روی مردم ایران. اثر نظامیش چیه؟ اثر نظامیش اینه که حمله به ایران رو مشروع میکنه. حالا ممکنه گفته بشه که خب اینا بدون اینها هم اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، هیچ مشروعیتی نداشت، هیچ کی هم بهشون نگفت. چرا؟ بله، دنیای جنگله، هر کی زور داره اعمال میکنه. ما این رو نفهمیده بودیم، ما دنبال زور خودمون نرفتیم، ما زور خودمون رو زیاد نکردیم و تهش هم شد این اتفاق، چه زورمون در عرصه نظامی، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه ارتباط با مردم و همبستگی داخلی. حالا به هر حال اونها برای حمله نیاز مشروعیت ندارن، اما حتما
هزینهشون رو کمتر میکنه این قطعنامه ها. این حرف درستیه که این قطعنامه ها هزینه حمله به ایران رو حتما کمتر خواهد کرد، ولی اینجور نبوده که هزینه خیلی بالا باشه. بالاخره اینا حمله کردن، ولی حتما همون هزینه‌ای که متوسط بوده رو میاره کمترش میکنه. دو اینکه به لحاظ لوجستیکی بازرسی کشتی‌های ایران رو و بازرسی هواپیماهای ایرانی رو این آسان‌تر میکنه و مشروعیت دوباره بهش میده، که این هم سبب میشه که هزینه‌های مبادله ما و هزینه‌های هم نقل ما افزایش پیدا بکنه، زمانش افزایش پیدا بکنه و مسائلی برای ما ایجاد بکنه. اما اینها واقعاً انقدر اهمیت نداره که دلیل سوم اهمیت داره. دلیل سوم اینه که و مسئله سوم اینه که متاسفانه برگشت قطعنامه‌های سازمان ملل این ذهنیت رو به مردم میده که دیگه برگشت ایران به شرایط نرمال و برداشتن این تحریم ها خیلی کار سختیه و این ذهنیت درستی هم هست. خیلی سخت‌تر میشه تو بخوای با اون همه کشور دوباره بری مذاکره کنی، توافق کنی و اینها. در نتیجه این که ایران در تحریم در بلند مدت باقی میمونه رو تو ذهن مردم جا میندازه و مردم تحریم ها رو دائمی تصور میکنن. وقتی که مردم دائمی یه چیز رو تصور کردن، رفتارشون رو تغییر میدن. ببینید ما در اقتصاد یک اثری داریم بهش میگیم اثر چرخ‌دنده‌ای مصرف. یعنی چی؟ یعنی مصرف وقتی افزایش پیدا میکنه خب خیلی راحت افزایش پیدا میکنه. وقتی میخواد کاهش بدی مصرف رو به هر دلیلی، یک شوکی بهت وارد شده، درآمدت کم شده یا هر اتفاقی که افتاده، این اثر چرخ‌دنده‌ای داره. این چرخ‌دنده نمیگرده به عقب به راحتی، خیلی سخته برگردوندنش. مثل سال 90-91 مردم فکر میکردن که تحریم ها موقته. در نتیجه ما نگاه میکنیم میبینیم هرچند درآمد سرانه واقعی 22% کاهش پیدا کرده، اما مصرف فقط 2-3% کاهش پیدا کرده. یعنی مردم این اثر جدی رو مصرفشون نذاشت. چرا؟ چون که گفتن این موقت، شروع کردن به قرض گرفتن، شروع کردن استفاده از پسندازشون و مصرفشون رو تو سطح قبلی نگه داشتن. اما در دور دوم تحریم ها که ترامپ برجام پاره کرد در 97 تا 98، هرچند درآمد سرانه واقعی ایرانی ها نصف دفعه پیش تقریبا افت کرد، اما کاهش مصرف تقریبا 3 برابر دفعه پیش بود. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه افراد هرچند درآمدشون تقریبا 13% در کل افت کرده بود، ولی مصرفشون رو 6.4% کاهش دادن. یعنی مصرفشون رو خیلی بیشتر به نسبت دفعه پیش کاهش دادن، با اینکه درآمدشون اونقدر کاهش پیدا نکرده بود. چرا این اتفاق افتاد؟ اولا خب اولین دلیلش اینه که یک بار این ضربه به این بدن وارد شده، این شوک وارد شده و این بدن خونریزی کرده، پس اندازه بخشیش مصرف شده، بنیه مردم ضعیفتر شده. اما دلیل مهمتر اینه که مردم دیدن آقا دیگه دائمی، دیگه ترامپ هست و هم تصور میکنن دور دوم هم ترامپ رای میاره دیگه، 8 سال هست، توی سال دومش این کارو کرده، حالا 6 سال دیگه هم حداقل این هست و این تحریم ها هم وجود داره. همین دائمی تصور کردنش سبب شد که عملاً ما متاسفانه مصرف به شدت کاهش پیدا کنه. کاهش مصرف هم به شدت رفاه رو کم میکنه. یعنی افزایش مصرف درست رفاه رو زیاد میکنه، اما کاهش مصرف خیلی بیشتر از اون افزایش باعث کاهش رفاه میشه و به شدت فشار وارد میکنه به مردم. در همین دوره در 97 و 98 ما 10 میلیون نفر زیر خط فقر رفتن، در حالی که با محاسبات مختلف در 91 و 92 تقریبا 1.5 میلیون نفر زیر خط فقر رفته بودن. و خب این لشکر فقرای جدید که اسمشون رو هم من گذاشتم فقرای جدید، یعنی فقرایی که پدر مادرشون لزوما فقیر نیستن و نبودن، اینها ولی الان فقیرن و طرف ولی
استاتوس فقرش رو نمیپذیره. فقیر قدیمی وضعیت خودش رو میپذیره، میگه بابای منم فقیر بوده، بابا بزرگم هم فقیر بوده، منم فقیرم. ولی فقیر جدید میگه من بابام فقیر نبود، میتونست موتور بخره، میتونست یه پرایدی بخره مثلا، من هیچی. این فقیر جدید وضعیتش رو نمیپذیره و میگه کی منو فقیر کرده؟ تو منو فقیر کردی آقای حکومت، تو منو فقیر کردی آقای پولدار، تو منو فقیر کردی آقای موفق، حالا چه با راند چه بی راند. و عملا این هم تضاد اجتماعی رو در داخل خود مردم بین فقیر و غنی به شدت زیاد میکنه و هم تضادهای حاکمیت و مردم رو زیاد میکنه. همونجور که من 1401 عرض کردم، این اعتراضاتی که 1401 به خاطر کشته شدن خانم مهسا امینی انجام شد، این ریشه اصلیش، من 3 تا ریشه براش دیدم. ریشه اصلی شکاف معیشت بود و شکاف فقر بود. چرا؟ چون این فقیر جدید کاری نداره که اعتراضات به چیه. اعتراضات میخواد به حجاب باشه، میخواد به بنزین باشه، میخواد به موبایل باشه. این اگر ببینه شانسی وجود داره برای اینکه تعادل موجود رو به هم بزنه، حتما اون شانس رو امتحان میکنه. الان هم خب ما این 10 میلیونی که فقیر شدن مال 97 و 98 و خب خیلی عدد خیلی بالاست و مصرف مردم هم اونقدر افتاده که باز خیلی رفاه رو کاهش داده و الان هم مردم اگر قطعنامه ها برگرده، این تلقی و این تصور ایجاد میشه آقا دیگه دائمیه، دیگه قطعنامه ها هم برگشت، دیگه چجوری اینا رو ما میتونیم برگردونیم به جای قبلی؟ خیلی طول میکشه، 12 الی 20 سال شاید طول بکشه تا برگردیم به حالت قبلی. همین دائمی شدن این اتفاق باعث چی میشه؟ باعث این میشه مردم مصرفشون رو به شدت کاهش بدن، محافظه‌کار بشن، تغییرات جدی در رفتارشون ایجاد میشه و این سبب خواهد شد که ما با یک رکود جدی در سال جاری مواجه باشیم که همین الان که مکانیزم معاش فعال شده، تلیعه‌های هشدار دهنده این رکود آشکار شده، به نحوی که بنگاه‌ها دارن نیروهاشون رو تعدیل میکنن و تعدیل‌های جدی داره اتفاق میفته. اشتغال ضربه جدی خواهد خورد چون ما عملاً 17.5 میلیون نفر از 21 میلیون شاغل بخش خصوصیمون در بنگاه‌های کوچک قرار دارن و این سبب میشه که بنگاه کوچک هم بیشترین آسیب رو از این شوک ها میبینن و تعدیل کردن در این بنگاه خیلی سریع اتفاق میفته. اثرات این دائمی شدن تحریم ها در ذهن مردم بر مصرف پس اینه که باعث کاهش مصرف و رکود اقتصادی میشه، اون هم در شرایطی که از سمت دیگه اثرش بر تورم از ناحیه کاهش درآمدهای دولت و فشار به مردم که دولت مجبور میشه حمایت‌های اقتصادی بیشتری بکنه، باعث کسری بودجه بزرگی میشه که اون باعث تشدید بسیار بالای تورم خواهد شد. یعنی ما 3مین رکود تورمی رو بعد از سال 90 در سال 1404 احتمالاً تجربه خواهیم کرد که دلیلش دلایل سیاسی و سیاست خارجی است. هرچند که رکود تورمی سال 97 و 98 و 90 91 و 92 هم دلیلش سیاست و سیاست خارجی بود. ببینید رکود تورمی کلا امر نادریه، امر شایعی نیست. در کشورها شاید در هر مثلا 100 سال یه بار این اتفاق افتاده باشه. ما الان در 15 سال داریم 3مین رکود تورمیمون رو تجربه میکنیم. یعنی هم نوسان در اقتصاد زیاده، چون تورم معیار نوسان در اقتصاده که قیمت ها خیلی تغییر میکنه و علاوه بر نوسان کار هم نیست، اشتغال هم میفته. چرا؟ چون رکود در اقتصاد حاکم شده که این دوتا در کنار هم پدیده‌ای رو میسازن که بسیار خطرناکه. معمولا رکود و تورم دو امر متضادن. وقتی شما تورم داری رکود نداری، وقتی رکود داری تورم نداری، چون رکود دیگه کار نمیشه، عرض کنم مردم کم خرید میکنن،
تقاضا پایینه، در نتیجه تورم هم کاهش پیدا میکنه. ولی رکود تورمی که ما داریم باش مواجه میشیم برای سومین بار در 15 سال، شاید در تاریخ دنیا در این 50-60 سال اخیر واقعا بی‌نظیر باشه که یک کشور 3 بار درگیر رکود تورمی بشه. اثر این جریان بر نرخ ارز هم که مشخصه. به هر حال نرخ ارز از نوسانات خارجی تأثیر میپذیره و دامنش در کانال مربوطه جابجا میشه. حالا در یک برنامه من راجع به نرخ ارز صحبت خواهم کرد، پیشبینی های نرخ ارز رو تا آخر سال خواهم گفت و توضیح میدم بازار ارز در ایران و جهان چطور کار میکنه که ذهنتون منظم بشه. راجع به نرخ ارز خیلی حرفای غلط در این حوزه متاسفانه زده میشه، ولی به هر حال این یعنی هم باعث تورم میشود، هم باعث رکود میشود، هم باعث افزایش نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد خواهد شد. در قسمت انتهایی این ویدیو هم میریم سراغ این که چه سناریوهایی الان محتمله. بالاخره کشورهای اروپایی فعال کردن مکانیزم ماشه رو. تا 5 مهر هم وقت هست که قطعنامه جدیدی در شورای امنیت تصویب بشه که تمدید تعلیق تحریم ها رو انجام بده که عملا تحریم ها برنگرده. من فکر میکنم احتمال اینکه قطعنامه‌ای صادر بشه که تمدید بکنه تعلیق تحریم ها رو دوباره خیلی 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 کمه، مگر اینکه در اون قطعنامه مکانیزم ماشه هم تمدید بشه. احتمال تمدید مکانیزم ماشه که بگن آقا 6 ماه دیگه مکانیزم ماشه رو تمدید میکنیم، دوباره 6 ماه دیگه میایم ببینیم چه اتفاقی افتاده، این رو من احتمالش رو زیاد میبینم که این شمشیر رو بالای سر ایران نگه دارن که ماشه هست، این شمشیر داموکلس هم هست بالای سرت، حواستو جمع کن که خلاصه دست از پا خطاب کنیم و دوباره همین کار رو خواهیم کرد. اروپایی ها من خیلی بعید میدونم این شمشیر رو از دست بدن. تنها ابزاری است که در این موضوع دارن، نه امکان تحریم کردن دارن، نه قدرت خاصی دارن مثل آمریکا، نه توان اقتصادی بزرگی هستن به نسبت امریکا. در نتیجه تنها ابزارشون همینه. خب همین رو از دست نخواهند داد. من قبل از این هم بارها و بارها این رو هشدار دادم در سالهای گذشته که هیچ وقت اروپایی ها این مکانیزم ماشه و اسنپ بک رو از دست نمیدن تا جایی که بتونن. سناریوهای پیش روی ما چیه؟ عملا 3 تا سناریو بیشتر وجود نداره که یکیش احتمالش 0 و اون چیه؟ اینه که اینا بگن ایران به برجام پایبند بوده و بند ماشرم عملا در نظر نگیرن و بگن آقا ما اشتباه کردیم و کلا دوره برگشت تحریم ها تموم بشه و تحریم ها برای همیشه منقضی بشه و از بین بره. این احتمالش 0. احتمال دوم اینه که اینها برگردونن، یعنی مکانیزم ماشه فعال بشه، در نهایت قطعنامه‌ای برای تمدید تعلیق تحریم ها تصویب نشه و کلیه قطعنامه های قبلی برگرده. خب احتمال این احتمال پایین نیست، احتمالش تا قبل از این مذاکره آقای عراقچی و آژانس بین المللی انرژی و آقای گروسی احتمال این 60-70% بود. الان من فکر میکنم احتمالش یه ذره پایینتر اومده، اما نه خیلی پایینتر. مثلا هنوز 50-60% احتمال داره که تحریم ها رو اینها کامل برگردونن. 40-50% هم احتمال این وجود داره که تحریم ها تمدید بشه دوباره. یعنی چی؟ یعنی مکانیزم ماشه تمدید بشه، بگن 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 1 سال دیگه. همین طرح مثلا روسیه، اروپا و حالا طرفین برجام امکان دارن که 6 ماه دیگه تا 6 ماه دیگه ماشه رو فعال کنن، یعنی ماشه رو اکستندش کنن. خب این برای اروپا خوبه، این شمشیر داموکلسش رو بالای سر ایران نگه میداره. برای آمریکا هم خوبه که میتونه امتیاز بیشتری از ایران بگیره. برای روسیه و چین هم بالاخره خوبه که توی بازی هستن. اما
معلوم نیستش که واقعا این اتفاق بیفته، چون عملا داره بازی که میشه خیلی بازی پیچیده‌ایه و بیشتر هم به نظر میرسه اسرائیلی ها پشت بازی هستن و دارن خط میدن و عملا اروپایی ها خیلی مستقل دارن رفتار واقعا نمی کنن. در نتیجه ما در یک مخمسه گرفتار شدیم متاسفانه که در این مخمسه خیلی دیگه چیزا دست خودمون نیست. من نظرم مشخصه، من نظرم اینه که در این شرایطی که الان ما هستیم ما باید بازی با ترامپ ترتیب بدیم که در اون بازی منفعت ترامپ و اطرافیانش دیده بشه، نه لزوما منفعت آمریکا و حتما نه منفعت اسرائیل. و ایران این توانایی رو داره که این بازی رو ترتیب بده، ولی آدمش رو نداره. یعنی پیش از این بالاخره آدمی که حاضر باشه، انگیزه داشته باشه، توان هزینه دادن داشته باشه و نبوغ کافی داشته باشه برای اینکه این جور معاملات رو جوش بده، الان در دولت و در نظام سیاسی واقعا مشاهده نمیشه چنین شخصیت هایی. لذا من همچنان با وجود همه این توافق هایی که ما کردیم فکر میکنم که مکانیزم ماشه که خب احتمالش خیلی بیشتر بود، بعد از این توافقات هم احتمالش هرچند کمتر شده اما هنوز بالای 50% احتمال داره که کلیه تحریم های و قطعنامه های سازمان ملل رو اینها برگردونن. گفتیم اثرات اقتصادیش اثرات اقتصادی مستقیمی به اون معنا نیست، اثرات مشروعیت بخشی نظامی داره و اثرات روی دائمی سازی ذهنی تحریم ها در ذهن مردم داره که کلن بازی اقتصاد ایران رو عوض میکنه و ما رو درگیر یه رکود تورمی شدید و افزایش نرخ‌ها در اقتصاد خواهد کرد. امیدواریم که بهترین اتفاقها برای ایران عزیزمون بیفته و شاهد این باشیم که این شرایط تموم بشه. من مطمئنم این اتفاق خواهد افتاد، اما شاید هنوز و امروز و حالا هنوز زمانش نرسیده که ایران اون حرکتش رو شروع بکنه. انشالله این حرکت رو ایران شروع میکنه. امیدواریم که زودتر این اتفاق بیفته. خیلی متشکر و ممنونم.